الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار محترم، ویژه رئیس جمهور عزیزمون. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت ایشون و هیئت همراه. امیدوارم حضور شما در استان مازندران جناب دکتر پزشکیان منشأ خیر و برکات باشه. حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و مغفرت رو تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که طاعات عبادات همه شما عزیزان قبول درگاه حق باشه انشالله. جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، بیگمان شما را میتوان یکی از مدیران نجیب، راستگفتار، راستکردار و ساده زیست این سرزمین دانست که پس از انقلاب اسلامی بر مسند عالی‌ترین مقام اجرایی کشور تکیه زده است. شاید همین ویژگی و کاریزمای منحصر به فردتان بود که جمعیتی خفته، منفعل و در این حال معترض را مجاب به حضوری دوباره در پای صندوق‌های رأی نمود. جناب رئیس جمهور، با عنایت به شرایط خاص حاکم بر کشور، به ویژه فضای پیچیده سیاسی و اقتصادی داخلی، برنامه‌ها و حجم‌های متنوع دشمنان و فضای پروپاگاندای رسانه‌های شبکه‌های معاند، به نظر می‌رسد انتخابات 14مین دوره ریاست جمهوری و انتخاب جناب عالی را باید فرصتی ارزشمند برای ترمیم شکاف عمیق میان حاکمیت و جامعه تلقی کرد. جامعه‌ای که سالها اعتراض و مطالبات انباشته‌اش نادیده گرفته شده است. البته این شرایط در حالی رقم خورده که حضرت عالی در مقایسه با رؤسای جمهوری پیشین همراهترین و هماهنگترین رئیس جمهوری هستید که بیشترین تعامل و همکاری را با حاکمیت داشته اید. شما با اتخاذ سیاست‌های منحصر به فردی همچون دولت وفاق از بسیاری از اختیارات و امتیازات قانونی خود و مردمی که به شما رأی دادند گذشتید. آنچه مسلم است شرایط موجود مطلوب شما و هیچ یک از رأی دهندگانتان نیست. اکنون گویی شما با انبوهی از مطالبات و انتظارات برآورده نشده ای از سوی آن جمعیت معترض و مطالبه‌گری روبرو هستید که با هزاران امید دل به همراهی با شما و حاکمیتی سپردند و گمان می‌کردند شاید این بار فرجی حاصل شود و شاهد تغییرات و اصلاحات بنیادین در سیاست کلان کشور و وضع معیشت خود باشند. آقای رئیس جمهور، آنچه ما در اعتراضات دیماه سال جاری شاهد بودیم بیانگر آن است که جامعه بسیار زود نسبت به تحقق آن تغییرات ناامید شد و از سر استیصال و بیپناهی به دیواری پوسیده و بی محتوا پناه برد که متعلق به بیگانگان و وطن فروشان است. هرچند که دولتتان با اتخاذ سیاست جسورانه جراحی اقتصادی همچون اصلاح ارز ترجیعی و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی گام بلندی را برای مبارزه با فساد و رانت‌های معمول برداشته است، ولی همه ما می‌دانیم که قطعاً در این مسیر پرمخاطره نقدها و چالش‌های متنوع ایجاد خواهد شد. ولی مطمئنیم که اگر دولت شما در پیشبرد این امور خطیر و سایر مواردی همچون کاهش بوروکراسی‌های اداری، مولدسازی‌ها، کوچک کردن بدنه دولت که در دستور کار شماست راسخ و استوار باشند، می‌توان در آینده نسبت به اصلاح شرایط اقتصادی و وضع معیشت مردم امیدوار بود و البته اینکه نباید هیچگاه ظرفیت و تاب‌آوری جامعه را نیز فراموش کرد. جناب رئیس جمهور، پس از فروکش کردن هیجانات و اعتراضات چنین به نظر می‌آید که گویا تقصیر بر عهده مردم ناراضی است که فریادشان را بلند کردند، نه شرایطی که فریاد را برآورده ساخته است. در اینجا جا دارد به همه خانواده‌های مصیبت دیده تسلیت عرض کنم و خیرخواهانه در دفاع از معیشت مردم نکته‌ای را تأکید و یادآوری نمایم. مراقب انفجار گرانی و در انتظار نتایج تلخ آن باشیم. وقتی اقتصاد می‌سوزد دود توطئه به چشم ملت می‌رود. از یک سو فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی زندگی را بر اکثریت مردم تنگ کرده و از سوی دیگر شاهد تلاش برای تغییر گفتمان عمومی و معطوف کردن توجه به نقشه‌ها و توطئه‌های خارجی هستیم. در این میان امیدوارم اشک‌های دلشکستگان و گرسنگان نیز اندکی دیده شود و قربانی حوادث تلخ و ناگوار دیما نگردد. حوادث دیما را باید یکی از تأثیربارترین و تلخ‌ترین وقایع پس از انقلاب ارزیابی کرد
و قطعاً آثار و تبعات آن در تاریخ به زشتی باقی خواهد ماند. شاید در هیچ اعتراضی همچون این واقع دست عوامل دشمن برای به بیراه بردن و تبدیل بخشی از اعتراضات به اغتشاشات این چنین آشکار نبود. اما آقای رئیس جمهور عزیز، از شما انتظار می‌رفت با دیپلماسی مردمی بخصوص ارتباطات و تعاملات مؤثر با نهادهای مردمی و مدنی، به ویژه اصلاح طلبان که مردمی ترین و صادق ترین جریان سیاسی اصیل ایران به شما می‌رود، پیش از حصول نتیجه بررسی کمیته حقیقت یابی که خود فرمودید تعیین نمودید، تیغ انتقاد خود را به سوی نیروها و بدن اصلاح طلبان نشانه نمی گرفتید که سابقا خود از آن برخاسته اید. خیلی ممنونم. هر چند می شود یک دقیقه فکر کنم اجازه بفرمایید من تموم می کنم. هر چند می شود با توجه به شرایط خاص کشور با کلیت نقد شما همدلی و همراهی کرد، ولی آقای رئیس جمهور، آیا شبهات مشابهی که برخی مقامات کشوری و لشکری سابقا در همچون حوادث مشابهی داشتند را از یاد برده اید؟ از آنجا که نیک می‌دانیم دشمن خارجی دوست هیچ ایرانی نیست، اما همه ما ایرانی هستیم و ایران وطن ماست. بگذاریم افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، فرار دلار به مرز 160,000 تومان، اوجگیری بی سابقه قیمت سکه و طلا و تأثیر آن بر مایحتاج عمومی خانواده‌ها و گزارش‌های نگران کننده از محرومیت‌های گسترده مردم از حداقل‌های تغذیه روزمره تصویری است که هر ایرانی آن را به عینه در زندگی روزانه خود می‌بیند و لمس می‌کند. این واقعیت‌های سخت، خسته کننده و فرساینده بستر اصلی نارضایتی است که سالها در هیاهو و مجادله قدرت طلبان و ثروت اندوزان نادیده گرفته و گم شده و امروز دامن همگان را گرفته است. و در پایان جناب رئیس جمهور، همانطور که مستحضرید، ظرفیت جنگل‌های هیرکانی در شمال کشور برای اکوسیستم منطقه بسیار حیاتی و تاثیرگذار است. قابل پیش بینی است که حریق ناگوار رخ داده در جنگل‌های منطقه ادیت در غرب استان به دلایل متفاوتی از جمله گرمایش موسمی و کاهش نزولات جوی قابلیت تکرار داشته باشد. بنابراین مصرانه درخواست داریم برای حفظ حراست این سرمایه و ثروت ملی، دولت محترم با عزمی جزم و برنامه‌ریزی فوری نسبت به تأسیس و تجهیز پایگاه‌های دائم اطفای حریق در نقاط استراتژیک و قابل دسترس استان‌های شمالی کشور اقدام نماید. در اینجا جا دارد از زحمات بی‌دریغ و تلاش جهادی جناب آقای دکتر یونسی، استاندار محترم و همکارانش که در مهار آن حریق از تمام ظرفیت‌های داخلی و حتی خارجی استفاده نمودند تشکر کنم، با آرزوی توفیقات روزافزون برای دولت شما و سربلندی هرچه بیشتر ایران عزیز و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.